رقابت وزن 65 کیلو، وزن 65 کیلو و در ابتدای کار زیر خم عمل خود میکنه و موفق میشه با زیر خم از حریف خودش یه لحظه سعی میکنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. بله و وزن 65 کیلو مرتضی قیاسی باشگیر بانک شهر از شامیل مامدوف یار روس تیم زیرگیری میکنه. قیاسی هنوز نتونسته خاک کنه، زیر خم مال خود میکنه اما هنوز نتونسته زیر خم خاک کنه، رو تبدیل میکنه به مچ پا. شامیل مامدوف از کار رو نمیده. مامدوف همچنان روی پاش لیله میکنه، میوکوب میکنه، حالا بالا میاره قیاسی تا اینکه بتونه خاک کنه حریف خودشو. حالا اینجا پای رو از خارج میکنه و یک امتیاز میگیره، بالاخره یک امتیاز میگیره شامیل مامدوف کشیری که در مسابقات جهانی امسال هم سهمیه المپیک گرفت و تماشاگران بانک شهر رو مشاهده میفرمایید که با تشویق‌های خودشون روحیه میدن به قیاسی. مرتضی قیاسی قهرمان آسیا و ملی پوش کشورم در مسابقات المپیک، کشیر اهل لرستان در مقابل شامیل مامدوف از تیم روس، از تیم انبوسازان که یار روسه، تیم انبوسازان هوتن هست. حالا ببینیم چه خواهد کرد. 4 مبارزه برگزار شده، 2 پیروزی تیم بانک شهر، 2 پیروزی تیم انبوسازان هوتن، اما از نظر امتیاز مثبت تیم بانک شهر پیش است. اگه 5-5 برابر بشن تا این لحظه وضعیت مناسب تری داره. شامیل مامدوف در مسابقات صربستان حدود 6 ماه قبل برگزار شد، برزیل اقدام میکنه، برزیل یک دسته اصلا اونجا سرزی بغل رو به اجرا میذاره و سعی میکنه با سرزی بغل از طریق خودش امتیاز بگیره و قیاسی کار به اون نمیده. مامدوف حرکات داور اسد رستمی پور تقاضا اخطار میکنه برای دوبنده آبی، تذکر میده. ببینید که آقای عیسی حاجیوف از کنار تشک با شامیل مامدوف صحبت میکنه، نکات لازم به اون میگه که چگونه کار دنبال کنن. قیاسی در تلاش هست اینکه بتونه شرط برزیل خودش مهیا کنه، زیر خمو در ابتدا گرفت که 2 تا هم حمله کرده. شامیل مامدوف مردی که در مسابقات برنز گرفت در صربستان و سهمیه المپیک هم گرفته، قهرمان اروپا شده. حالا ببینیم که در مقابل قیاسی چه خواهد کرد. یار روسه، 2 تا از روسا که بردن کشگیران ما رو، حالا برای در مای سرزی بغل زیرگیری کنه اما از کارو به اون نمیده. قیاسی 1-2 بار سرزی بغل خودشو به اجرا گذاشته اما نتونست از دستان پرتوان قیاسی عبور کنه. بازم در سرشاخ سردره با قوس کردن از طریق خودش امتیاز بگیره. سالن مملو از تماشاگر، روی پلا، روی راهرو، همه جا تماشاگران ایستادن. وقت سیستان استراحت فرا میرسه. آقای هادی حبیبی و آقای مسعود نصیری در یک طرف نکات لازم رو تذکر میدن به کشیر خودشون و اون طرف هم آقای احسان امینی و آقای عیسی حاجیوف کشیر خودشون روانه میدان میکنن. دارنده مدال برنز جهان رو آقای رستمی پور داور اسد بدنه تو کشیر رو بررسی میکنه. 4 مبارزه برگزار شده. آقای حسن یزدانی مشاهده میفرمایید در کنار آقای شهرام داداشی مدیر عامل تیم انبوسازان هوتن. بازم در سرشاخ کار دنبال میشه، برای زیر اقدام میکنه. یک بار دیگه قیاسی، مرتضی قیاسی برای زیر اقدام میکنه اما این بار نمیتونه از دستان حریف خودش عبور کنه و به پاهای حریف خودش برسه. حالا شامیل مامدوف که زیرگیری میکنه که او هم ناموفقه و نمیتونه نتیجه‌ای در بر داشته باشه. انگشتان رو نباید بگیرن، تذکر داده میشه به مرتضی قیاسی. 1-0 کشتی گره خورده، من راه نمیدم. مرتضی قیاسی به اعتقاد من در مقابل دارنده مدال برنز جهان روسیه خوب کشتی گرفته تا این لحظه. 5 روز در این دو رقابت‌ها حضور دارن. 2 روز تا اینکه کشتی گرفتن و بردن کشتی‌هاشون. تقاضا اخطار برای دوبنده آبی. اخطار 30 ثانیه برای دوبنده آبی در نظر گرفته میشه.
باز هم در تلاش هستون که بتونه ایسا حاجیوف هم از کنار دوستک نکات لازم به کشگیر خودش تذکر میده. باز هم سعی میکنه که شامیل مامادوف سعی زیرگیری صد بغل اصلا میگه به گل میزنه و با میگه که این ضربه فنی کنه، ضربه فنی میگه که ضربه فنی کنه. یک لحظه همچنان حریف در اختیار گرفته به دنبال پلشکن بخشه با ضربه فنی حریف خودش پس بده و این ضربه فنی از در حالت مساوی هم خیلی حالا حرکت رو از سر اگر ببینیم یک بار بسیار زیبا یه سیز بغل از اونجا فنی کمر و هنر کشتی روس رو به نمایش گذاشت. نشون داد که روسا همه جای کشتی میگیرن. نمیخوام زیادر روسا تعریف کنیم ولی باید واقعیت رو بگیم به شما عزیزان. اول اصد رستمی پور دست شامیل مامادوف رو از تیم انبوسازان اوتن بالا میبره. 3-2